سلام. اه، از کانال کامیونیتی ماجور تازه یه خبر دیدم. تقریبا صبح اومده بود، یه خبر داده بود، اومدیم اینو ترجمه کردیم. ما هم الان براتون بهتون میگیم. گفته بود یه پست جدید میجر تغییرات بزرگ در راه است. ما به شما گفته بودیم که به طور فعال امتیازات خود را افزایش دهید و اکنون زمان آن فرا رسیده است. از اول اکتبر، یعنی از 10 مهر تا 10 آبان، تغییراتی اعمال خواهد شد که شامل موارد زیر است: پاداش و تکالیف به نصف، یعنی جایزه های روزانه مثلا اگه 950 تا و 1200 میداد، به مثلا به 500 تا 400 تا میرسید، همه چی نصف میشه. استخراج روزانه کاهش مییابد. امتیاز بازیکنان غیر فعال کاهش مییابد. ربات‌ها شناسایی و حذف خواهد شد. یعنی میخوان یه رباتی این ربات شناسایی حذف خواهد شد. یعنی میخوان یه رباتی رو بیارن داخل بازی، مثلا جایزه های روزانه میخوام کمتر کنن و یه ربات دیگه وارد بازی کنن. کسی هم که ربات هک کنه یا از طریق آتو کلیکر چیزی استفاده کنه بند میشه، مثل همستر. میگه اگه مدت طولانی از بازی هم دور باشید، امتیاز شما کاهش مییابد. میگه رتبه بازیکنان خیلی مهمه، حتما رتبتون زیر 1,000,000 نفر باشه که امتیاز بیشتری هم به دست بیارید. لایک و فالو هم یادتون نره. خداحافظ.